سلام به همه دوستان. افسانه‌شناسی نورس اسطوره‌شناسی اسکاندیناوی و وایکینگ شامل آیین‌ها، اعتقادات و افسانه‌های مردم اسکاندیناوی قبل از میلاد مسیح می‌شود. اسکاندیناوی شامل کشورهای سوئد، نروژ، فنلاند و مردمانی می‌شود که در کشور ایسلند، شمالی‌ترین کشور اروپا، سکونت دارند. ایسلند یکی از مهمترین کشورهایی است که بسیاری از داستان‌ها و اسناد مهم مربوط به افسانه‌شناسی نورس از آنجا جمع‌آوری شده است. افسانه‌شناسی نورس کلکسیونی از داستان‌ها و اعتقاداتی است که از سوی قبیله‌های شمالی‌ترین بخش آلمان تعریف می‌شدند. روایت این افسانه‌ها به صورت شفاهی به شکل اشعار و نظم درآمده است که اصلی‌ترین و مهمترین منابع افسانه‌شناسی نورس در ادعای شاعرانه گردآوری شده‌اند. علاوه بر بخش‌های اصلی افسانه نورس، نیمی از این اشعار مربوط به ایزدان، علوم فراتبیعی، غول‌ها، دورف‌ها، موجودات عجیب و روایات آنها می‌شود. بخش‌های دیگر افسانه‌شناسی نورس نیز در هنگام و بعد از دوره گرایش به مسیحیت نوشته شده است. برخی از جنبه‌ها، سیما یا مهره‌های افسانه‌شناسی نورس دست به دست و با کمک آداب و رسوم اجدادی در دنیای مدرن باقی مانده‌اند. برخی دیگر از داستان‌های نورس نیز توسط مسائل اتحاد ژرمنی یا آلمانی دوباره شکل گرفتند. افسانه‌شناسی نورس الهام بخش بسیاری از مسائل ادب و هنر امروزی است. دنیای نورس همراه با تمام خدایان و مخلوقین خود به نوعی در بسیاری از اشعار، داستان‌ها، فیلم‌ها و بازی‌ها حضور داشته است. حال در ادامه به معرفی خدایان نورس می‌پردازیم. در اسطوره‌شناسی اسکاندیناویایی خدایان به چند دسته تقسیم می‌شوند که مهمترین آنها ایسیر و ونیر به شمار می‌روند. ایسیرها در روشن‌ترین و مرتفع‌ترین بخش جهان این افسانه زندگی می‌کردند. اودین نیز رهبری تمام ایزدان این دنیا را بر عهده داشت و بالدر، براگی، تیر، سور، لوکی، فارستی و بسیاری دیگر تحت فرمان اودین در آزگارد زندگی می‌کردند. ونیر یا وانیر نیز ایزدان و ایزدبانوهای حاصلخیز و خردمندی هستند و از قدرت پیشبینی آینده بهره می‌بردند. آنها به عنوان آورنده سلامتی، جوانی، باروری، بخت و ثروت و استادان سحر و جادو در نظر گرفته می‌شوند. از جمله برجسته‌ترین ونیرها می‌توان به فریا، فریر و نیورد اشاره کرد. البته جنگ بزرگی به نام جنگ ایسیر و ونیر به وقوع پیوست، اما نتیجه این جنگ جز صلح نبود و در نهایت ونیرها به ایسیرها پیوستند و دیگر دو دسته جدا از هم نبودند. برای ایجاد ثبات این صلح هر دو گروه گروگان‌هایی را بین یکدیگر رد و بدل می‌کردند. ونیرها بلند آوازه ترین ایزدان خود شامل نیورد و فرزندانش را ارسال کردند و در مقابل ایسیرها هونیر، مردی بلند قامت و خوشرو را به همراه میمیر، خردمندترین مرد در میان ایسیرها را فرستادند. حال بپردازیم به خدایانی که همه آنها در اصل غول هستند و جثه آنها از انسان‌های معمولی بسیار بزرگتر است. اودین، خدای خدایان، خدای جنگ و خرد، آورنده ترس و وحشت. اودین در رأس تمامی خدایان نورس قرار دارد. او فرزند بور و بسلا است و به نام‌های پدر همگان یا آلفادر نیز شناخته می‌شود، چرا که او پدر و رهبر تمام خدایان ایسیر است. او همسرانی به نام‌های فریک، الهه پیمان، زایش، مادری و ریسندگی، یورد، الهه زمین و گرید، غول مؤنث داشت. اودین فرزندان زیادی داشت که از جمله مهمترین آنها می‌توان به 5 فرزند به نام‌های بالدر، فرشته پاکی و دوستی، هود، فرزند نابینای اودین که به ایزد تاریکی و زمستان شناخته می‌شود، هرمود، پیامرسان و جسور، سور، محبوبترین و نیرومندترین ایزد در اساطیر اسکاندیناوی، به خدای آذرخش، طوفان و تندر و در نهایت ویدار، خدای انتقام اشاره کرد. اودین خدای قد بلند، پیر و باهوش است و ریش بلندی دارد. او برای اینکه بتواند از شهد جادویی ولاف میمیر بنوشد، مجبور شد یکی از چشمای خود را در سن جوانی فدا کند. اودین خدای جنگ و خدای مرگ است، اما همچنین او خدای اشعار و حکمت نیز به شمار می رود. او برای اینکه بتواند جادوی دانش جهان را به دست آورد، خود را به مدت 9 روز روی درخت دنیا آویزان کرد و توسط نیزه خود بدنش را زخمی کرد. در نهایت او 9 سرود و نغمه قدرتمند و 18 طلسم نیرومند را از این طریق آموخت. سپس او به جایگاهی دست یافت که قادر بود با مردگان نیز گفتگو کند. اودین تمام پادشاهان و قهرمان‌هایی که جان خود را با افتخار از دست می‌دهند به تالار والهالا فرا می‌خواند تا از آزگارد در آخرین نبرد عظیم نورس به نام راگناروک دفاع کنند. اودین نیز از تالار خود قادر است تمامی اتفاقاتی که در 9 دنیای نورس یا همان درخت یگدراسیل رخ می‌دهد را مشاهده کند. تو کلاغ سیاه به نام‌های هوگین به معنی اندیشه و مونین به معنی سرشت اخبار وقایع مختلف سرتاسر جهان را به او خبر می‌دادند. علاوه بر این 2 کلاغ، اودین 2 گرگ به نام‌های جری و فریکی همیشه همراه خود دارد. در رأس آنها نیز اودین صاحب اسبی شگفت‌انگیز به نام اسلپینیر با 8 دست و پا است و می‌تواند در خشکی، آسمان و آب با سرعت
سرعت بسیار زیادی حرکت کنند. جالب است بدانید که این اسب فرزند لوکی، خدای بزلگوی نورس است. علاوه بر تمام قدرت‌هایی که اودین در اختیار داشت، او صاحب 2 گنجینه بسیار با ارزش از سوی دورفا به دست آورده است. اولین گنجینه بی‌نظیر او نیزه‌ای است با قدرت باور نکردنی به نام گونگینیر. گنجینه دوم بازوبندی جادویی به نام دراپنیر است و به اودین اجازه می‌دهد تا حکومت خود را در 9 دنیای نورس مستحکم کند. اودین سرانجام در آخرین نبرد دوره نورس به نام راگناروک در برابر دشمن دیرینه خود یعنی فنریر که یک گرگ غول پیکر است در نبردی طولانی و نفسگیر کشته خواهد شد. ویدار پسر اودین انتقام پدرش را با شکاندن آرواره‌های این گرگ می‌گیرد. فریک، ایزدبانوی عشق، مادری و ریسندگی. فریک همسر اودین است و همچنین یکی از بالا مقام‌ترین الهه‌های افسانه نورس است. او حافظ پیمان و مادری است و به الهه عشق و باروری نیز معروف است. او در این زمینه شباهت‌های زیادی به فریا که او نیز الهه باروری و حاصلخیزی بود داشت. و همین دلیل در برخی از منابع آمده است که فریک همان فریا اما با ظاهری متفاوت است. فریک سرنوشت و آینده هر شخصی را می‌بیند اما هرگز آنها را با کسی در میان نمی‌گذارد. او همچنین قدرت کنترل آسمان را در اختیار دارد و آورنده باران میباشد. بالدر، خدای نور، پاکی و دوستی. بالدر به خدای نور، پاکی و زیبایی و اصلاح معروف است. او دومین پسر اودین و فریک و از جمله ایزدانی است که چه دیگر خدایان و چه انسانها عاشق او بودند. بالدر شخصیت بسیار خوبی دارد، دوستانه رفتار می‌کند و باهوش و سخنور است. و همین دلیل او از نظر انسانها بهترین خدا و راهنمای آنها بود. با این حال بالدر نسبت به دیگر خدایان از قدرت کمتری برخوردار است. همسر او نانا نام دارد و صاحب فرزندی به اسم فارستی نیز هستند که خدای عدالت نیز نام گرفت. بالدر صاحب بزرگترین کشتی ساخته شده در 9 دنیا به نام رینگ هورن بود. همچنین دالانی که بالدر و همسرش در آن سکونت داشتند به پاکترین مکان 9 دنیا معروف بود، جایی که هیچ شیطان صفت و موجود ناپاکی قادر به تحمل این مکان نبود. یکی از مهمترین افسانه‌های اسطوره‌شناسی اسکاندیناوی روایت مرگ بالدر است. در یکی از شب‌ها او رویایی از مرگ خود می‌بیند. این رویا باعث شد تا مادرش فریک از تک تک موجودات و جاندارهای روی کره زمین قسم بگیرد تا هیچ کدام از فرزندان، نژادها و آیندگان آنها دست به کشتن بالدر نزنند. به تمام آنها برای فریک قسم خوردند. جالب است بدانید که بعد از این اتفاق هیچ چیز، حتی یک چاقو، قادر به کشتن بالدر نبود و خدایان از او برای تمرین تیر و کمان استفاده می‌کردند. اما در بین تک تک اجزا و عناصر دنیا، چه جاندار و چه بیجان، فریک یک چیز را فراموش کرد و آن را دست کم گرفت: گیاه داروش. از این رو لوکی که خدای حقه‌باز و بزلگویی هست، ظاهر خود را تغییر داد و در مورد چیزهایی که ممکن است به بالدر آسیب برسانند با فریک گفتگو کرد. فریک نیز به لوکی تغییر شکلی یافته در مورد گیاه داروش گفت و هرگز فکر نمی‌کرد که این گیاه قادر باشد به بالدر صدمه بزند. لوکی به سرعت به سمت غرب رفت و از گیاه داروش تیرهایی ساخت. یکی از روزها که خدایان مشغول تمرین تیراندازی با بالدر بودند، لوکی تیرهایی ساخته شده از داروش را به یکی از برادرهای نابینای بالدر به نام هود میدهد و مجبورش میکند تا برادر خود را با یکی از تیرهایی که روحش هم خبر نداشت آغشته به گیاه داروش هستند به سمت بالدر پرتاب کند. از این طریق بالدر توسط برادر نابینای خود یعنی هود کشته میشود. هود هم با وجود بیگناهیش بعدها توسط یکی دیگر از پسرهای اودین به نام والی کشته میشود. تمامی خدایان برای بالدر افسوس خوردند، اما اودین بیکار ننشست و هرمود، پیامرسان خدایان، دیگر پسر خود را به سرزمین مردگان فرستاد تا از الهه مرگ هل تقاضا کند تا بالدر را به زندگی بازگردانند. هل نیز تنها به یک شرط این کار را میپذیرد: کل دنیا باید برای بالدر سوگواری کنند. تمام دنیا عاشق بالدر بودند و تک تک موجودات دنیا برای او عزاداری کردند. در این بین تنها یک نفر حاضر به چنین کاری نشد و او کسی نبود جز یک غول مؤنث و آن غول کسی نبود جز لوکی که به این غول تغییر شکل داده بود تا کسی او را نشناسد. برای همین بالدر در دنیای مردگان در کنار هل باقی ماند. نانا همسر بالدر نیز در پی این اتفاق جان خود را از دست داد و خدایان او را در کنار همسرش بالدر بر روی کشتی عظیم او گذاشتند و غولی به نام هیروکین آنها را در دل دریا رها کرد. اما بالدر و هود هر دو پس از جنگ عظیم راگناروک دوباره در دنیای جدید متولد میشوند. در این ویدیو سعی کردیم که برخی از خدایان نورس را معرفی کنیم. در ویدیوهای بعد به سراغ معرفی بقیه خدایان خواهیم رفت. پس امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و برای حمایت از ما ویدیو رو لایک کرده و بین دوستانتان به اشتراک بگذارید.